من محمد نجاتی هستم، متولد اردیبهشت ماه سال 1361. طی چند ساعت که در خدمتتون خواهم بود، هدفم انتقال تجربیاتی است که طی 20 سال اخیر اونها رو به دست آوردم و سعی خواهم کرد که به روشی ملموس و خیلی شفاف این تجارب رو در اختیار شما بگذارم و امیدوارم بعد از اینکه این مدت زمان سپری شد، نتایجی که شما کسب می‌کنید باعث افزایش بهبود کیفیت زندگیتون بشه. افزایش بهبود کیفیت زندگی. مخاطب این دوره کسانی هستند که در حال حاضر موفقن، گرچه که مشکلاتی رو تجربه میکنن اما موفقن. بنابراین افزایش بهبود و نه فقط بهبود هدف اصلی این دوره است. این دوره جریان نام داره. ما در این دوره هدفمون اینه که با الهام گرفتن از طبیعت و زندگی کردن بر اساس اصول طبیعت افزایش بهبود کیفیت زندگی رو تجربه کنیم. جریان چیست؟ جریان در مفهوم لغویش یعنی حرکات آنی و مداوم. این تداومه که جریان رو میسازه. جریان خود زندگی است. جریان یک زیر مفهوم از زندگی نیست. جریان خود زندگی است. اگر جریان خون شما همین الان متوقف بشه، متاسفانه شما دیگه در قید حیات نخواهید بود. این مفهوم در همه طبیعت جاری و ساری است. هوشنگ شفا در یک شعر بسیار زیبایی میگه که آب اگر راکد بماند چهرهش افسرده خواهد گشت. بلبلان در آب تار او نمی جوشند، آهوان از آب تار او نمی نوشند. آب به عنوان پایه شکلگیری حیات اگر راکد بمونه ارزش خودش رو از دست میده. وقتی آب اینطوریه، مایی که بدنمون 70% از آب ساخته شده، با مفهوم فقدان جریان دچار چه ضایعه‌ای خواهیم شد؟ دقت کن. جریان و جریان سازی و جریان یافتن یک مفهوم پایه‌ای است برای همه کسانی که می‌خواهند کسب و کار و زندگی و اجتماع رو در هر سطحی تجربه بکنن. جریان اصل و خود زندگی است و این رو من بازم تاکید می‌کنم. کسی که مفهوم جریان رو درک بکنه و بتونه اون رو در زندگیش مداوم نگه داره، عملاً فکر نمی کنم که با یک زندگی کسالت آور و ملال آور مواجه باشه. با لذت زندگی خواهد کرد، با لذت به نتایجش خواهد نگریست، با لذت ادامه خواهد داد. لذت و کاهش رنج دو مفهوم خیلی خیلی اساسی برای روان همه ماست. جریان و هدفش وقتی که وارد حوزه کسب و کار میشه، وقتی وارد حوزه زندگی اقتصادی ما میشه، واقعا مفهوم وسیعی پیدا میکنه. شما فکر کنید که یک لیوان آب امروز روی میز شماست. تا وقتی این آب جریان پیدا نکنه و وارد خون و رگ شما نشه یا بخار نشه و بخارش در واقع در هوا جریان پیدا نکنه، چه ارزشی داره؟ یک لیوان آب روی میز برای هیچ کس ارزشی خلق نمی‌کنه. این جریان، این آب وقتی که ایجاد میشه، وقتی جریان در آب ایجاد میشه، وقتی جریان به آب منتسب میشه، وقتی آب جریان پیدا میکنه، ارزش ساز میشه. اگر همین یه لیوان آب رو ما برداریم و به جاش مقادیر متنابهی پول روی میز بگذاریم، مثلا 10 میلیارد تومان اسکناس رو یا طلا رو یا هر در واقع وسیله‌ای که باهاش مبادله صورت میگیره رو بذاریم روی این میز، تا وقتی که این پول روی میزه چه ارزشی برای شما خلق میکنه؟ کاهش و یا افزایش ارزشش چه تفاوتی و چه کیفیتی روی زندگی شما اعمال میکنه؟ هیچ اتفاقی نمیفته.
حتی برای اینکه شما بخواید یک لیوان آب بخرید، یک لقمه غذا بخرید، باید این پول رو از روی میز بردارید، یا همش رو یا قسمتیش رو برید خرید بکنید، کالا رو بیارید. این پول وقتی که داره حرکت میکنه، حرکت‌های آنی و مداوم داره و جریان پیدا میکنه، ارزش ساز میشه. دقت کنید. خیلی از دوستان در مشاوره هاشون که با من تماس میگیرن میگن آقای نجاتی چی کار کنیم؟ خیلی دلم میخواد در اون لحظه بهشون بگم که هر کاری میتونی بکن. هر کاری که فکر میکنی مستمرا ادامش میدی، برو همون کار رو انجام بده. برای استمرار خب قاعدتا علاقه لازمه. برو و اون کار رو انجام بده. بهش فکر نکن. کافیه که جریان داشته باشی. خیلی مفهوم پیچیده‌ای نیست. من یادم میاد در دوره کودکی یکی از تفریحات من این بود که برم بشینم کنار جویهای آبی که در طبیعت بود و اون برگ‌هایی که گیسوانشون رو به دست آب داده بودند و در آب می‌رقصیدند رو تماشا بکنم. و چقدر زیبا بود زمانی که این آب حرکت می‌کرد، زمانی که نور خورشید روی جریانات ریز این آب تلألؤ پیدا می‌کرد و درخشش داشت. من چه لذتی می‌بردم. وقتی که در زندگی اقتصادی و اجتماعی یک جوان رو می‌بینیم، یک آقایی و یا یک خانومی رو می‌بینیم که دائما داره از یک جایی به یک جای دیگه میره، یک کاری رو انجام میده، چه احساس لذت بخشی رو تجربه می‌کنیم. واقعیت اینه که ما وقتی دیگران رو نگاه می‌کنیم و اعمالشون رو نگاه می‌کنیم، با اونها همزاد پنداری می‌کنیم. وقتی یک آدمی زنده است، وقتی یک آدمی با لذت داره یک کاری رو انجام میده، ما هم لذت میبریم. چقدر خوبه که آدم‌های این تیپی دور و بر ما رو پر بکنن. چقدر لذت بخشه، واقعا چقدر لذت بخشه. و وقتی ما لذت رو تجربه میکنیم، وقتی حالمون خوبه، اون وقت چه نتایجی ایجاد میکنیم؟ چه تصمیماتی میگیریم؟ تصمیمات ما چقدر اجرایی میشن؟ تصمیماتی که در هنگام لذت گرفته میشن، چون یادآور لذت در آینده برای ما خواهند بود، عملاً به نتایج بهتری منتهی میشن. جریان داشته باشید.